فایده خوردن، فایده گرفتن از اون چیزی که بر عهده ما و شما نیست. یعنی اون چیز رو ما بر عهده نمیگیریم، کفالت داده نمیتوانیم. مثال میبریم، مثلا یک انسان ماشین میفروشد، یک نفر دیگر خریدار میباید ماشین زکاز میکند. ماشین در خارجه است. وقتی ماشین از خارجه میباید، مثال در گمرک در آوردن نمیماند. همون نفری که ماشین فروش است، الکی همین ماشینی که تا حال به کشور وارد نکرده است، ندر آورده است، الکی فروخته است و فایده خورده است، فایده میگیرد. اما در آوردن رو میگوید که من ماشین رو آوردم، در آوردن نمانده ایستادم، یعنی بر کفالتش نگرفته ایستاده است. میگوید من وقت خریدار میگوید که تو ماشین رو برای من دسترس نکردی، میگوید که من ماشین رو آوردم اما گناهی من نیست، عیبی اینجا عیبی من نیست، ماشین رو در آوردن نمانده ایستاده اند. وقت مالش رو طلب میکنند، مبلغی که سپرد طلب میکنند، میگوید من نمیتونم. بنابراین هر نفری که یک چیز رو میفروشد و از آن فایده گرفتن میخواد، باید دسترس کردن و رسانیدن همون چیز رو کفیل باشد. وقتی کفالت داده نمیتوانند، فایده خوردن و خرید و فروش کردن حرام است.